من العراق من ترسانة الألم أهدي تحايا القلب يحملها دمي من بين نظرة عاشق لأولي العلا والقوم بين مصرح ومتمتم تأتي قوافي الشعر تملأ خانق خافقي شوقا فعذرا حين يتلعثم فمي حين استراح الشعر كنت بدايتي ونهايتي يا أنت نعم الملهم من كربلاء أستمد عزيمتي من سيد الشهداء من ذاك الظمي من عزة العباس عزة شعبنا وكفى بجدك أن يكون معلمي وكفى بجدك أن يكون معلمي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جانب علیرضا الزیادی، دانشجوی عراقی مقطع دکتری تاریخ ایران در دانشگاه تهران، به نمایندگی از دانشجویان بین المللی دانشگاه‌های ایران به خصوص دانشجویان عراقی سلام گرم و ارادت خاص خود را تقدیم حضرت عالی می نمایم. در حال حاضر هزاران دانشجو از کشورهای مختلف در ایران مشغول به تحصیل هستند. برای بسیاری از این دانشجویان فرصت‌ها و موقعیت‌های تحصیل در کشورهای دیگر جهان نیز فراهم بوده، اما ایران را انتخاب کرده‌اند، چرا که ایران همواره از منادیان جهانی ارزش‌های انسانی برای سعادت بشر در دنیا و آخرت بوده است. در این ایام و به لطف خداوند متعال و فتوای جهاد کفایی آیت الله سید علی سیستانی و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران، جوانان مجاهد و مؤمن عراق در نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی موفق شدند تا محکم در قبال نقشه‌های دشمن بایستند و سنگین‌ترین ضربه‌ها را به آنها در جبهه جنگ وارد کنند و الحمدلله امروز به آزادسازی کامل خاک عراق نزدیک می‌شویم. ما دانشجویان نیز از موقعیت‌های علمی و فرهنگی و اجتماعی خود مسئولیت خون شهدای این مقاومت را برگردن گرفته و در مسیر قطع دست نفوذ قدرت‌های استکبار جهانی از کشورمان عراق ایستاده ایم. ما اعتقاد داریم که کشورهای محور مقاومت نیاز دارند تا بیشتر در زمینه‌های علمی و فرهنگی رشد کنند، لذا تقاضا داریم همکاری‌های علمی میان ایران و این کشورها افزایش یابد. همچنین از بیانات حضرت عالی و تأکید بر حفظ وحدت عراق و تشویق مردم ایران جهت مشارکت در حماسه اربعین حسینی که باعث شد دو ملت ایران و عراق بیشتر و بیشتر به همدیگر نزدیک شوند بسیار تشکر و قدردانی می‌کنیم. در پایان آقا جان از شما خواهش می‌کنیم در مناجات‌های شبانیتان در این ایام سهمی برای جوانان کشورهای محور مقاومت هم داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. احسنت. طیب الله.